السلام علیکم دوستانی عزیز، امیدوارم که همه شما خوب هستید، تنسیت هستید. اینجا برای خودم برای دخترم صبحانه تیار کردم. شوهرم کتی بچه هم سحر کتی یک جا مهمونی رفتن. روزی من بهودگاه بگذرم، به ثواب با گناه بگذرم، توی ارمان دور هست و روزی من در ایستگاه بگذرم، روزی رفته بر نمیگرده دیگر، روزی رفته بر نمیگرده دیگر، هر قدر نالم شبم خونی جگر. برای عبیت خواستم خانومه کنم. دخترها زوالش همه گرفتم، کم تردم گرفت. منم خیلی روغن یخ داشتم او کردم. نمیخوای رایش برومه جیجیق میگیم، ما جیجیق میگیم. برای بمزه شدنش ما در زیربگ انداختم نیمشه، برای که یگان آمد خود اندازم اگر یلمه یگان چه نمیخرن و خواستم که یگان من تو از سموسه کنم خیلی میندازونم یا را حیف نشود. یاری رفته بر نمیگرده دیگر، یاری رفته بر نمیگرده دیگر، هر قدر جویم شبم خونی جگر. وقتی پیچوندن من هر یک قبط شدن خیلی روان میکنم خانومه را، بسیار بمزه میشه. زولای ما که کلام بود، ما خواستم که ای دو طرفه پیچونم و ای بینش دو تقسیم کنم، کلانی بد نشه گفته. انا میخواد تیار شدم دوستانی عزیز. 30 مینوت 35 مینوت پخته. اینجا کودکای من نخوردن خانومه و گفتم که کمتر پیتزاشون کنم. من در پیتزا هم کمتر او مینداختم، بعد روغن مینداختم. این دفعه کمتر شیر انداختم، شیر داشتم. یک قاشقچه دروژ انداختم، یک قاشقچه نمک، یک قاشقچه دیگه شکر انداختم. یعنی نیم ساعت ایستاد گرفته تنکش کردم. خیر
ҳамаша реза карда тайёр кардам. майонезу кепчикама якҷоя карда намихай дар болои хамир шакидам. پیتزای ما نمیخواد تیار شد دوستانی عزیز، با مزه خوشرومه. اینجا دخترم خمیر کلچه کرده بودم، کلچه ما رسید، همش راست کردم، پختم گرفتم، در گاز پختم کلچه ما، در دخوفکه نپختم برای که روغنیه تنش بلند بده، در سرخ میکنم رنگ خون سوزک میه. بالای کلچه ها ما فقط شیر کردم، تخم نکردم. نمخه سرخه که خوش رو اومده. در پناه خدا باشم دوستان عزیز، رحمت برای دستگیرتان تا ولاگای آینده.